مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم دالشونی رو آقای گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام، امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید حالتون خوب باشه. صبح امروز یعنی تقریبا میشه گفت بامداد شنبه ساعت 12:52 یک انفجار مهیب و عجیب و غریب در پایتخت ایران در تهران اتفاق افتاد. که حرف و حدیث ها و صحبت های زد و نقیزی مسئولین داشتن، خبرگزاری ها اخبار رو یه جور دیگه پوشش میدادن و شاهدان عینی و به اصطلاح شهروند خبرنگارها اطلاعات و آمار دیگه ای رو ارائه میدادن که این موضوع انفجار رو کمی عجیب و پیچیده میکرد. در طول یک سال گذشته هم خرابکاری های زیادی در داخل ایران صورت گرفته بود، از یه سمتی در نیروگاه هسته‌ای نطنز و سایر قسمت‌های تهران ما در طول سالهای گذشته انفجارهای زیادی رو شنیده بودیم. حالا می‌خوایم این حرف‌های ضد و نقیض و این صحبت‌ها رو کنار هم دیگه بذاریم، با چیدن پازل‌ها کنار هم دیگه ببینیم که بالاخره پشت پرده این انفجار چی بوده و چه اتفاقی دقیقاً در پایتخت ایران در تهران اتفاق افتاد. الان ساعت 2:30 بامداد. طبق گزارشاتی که دریافت شده از نزدیکی پارک ملت صدای انفجاری شنیده شده. الان که ما در محل هستیم چیز خاصی رویت نمیشه، فقط ماشین‌های امدادی و انتظامی اینجا حضور دارن و تعدادی از مردم که اینجا تجمع کردن. اون چیزی که خبرگزاری ها عموما میگن بر اساس خط قرمز ها و سیاست هایی که دارن طبیعتا نمیتونه 100% واقعیت این اتفاق باشه و کلا بیشتر اتفاق ها، ولی خب حالا ما صحبت های خبرگزاری ها، صحبت های مسئولین و شاهدان اینو کنار هم دیگه میخوایم قرار بدیم. اونجوری که گفته شده بوده انفجار در محدوده پارک ملت ساعت 12:52 بامداد روز شنبه بوده، درست در محل و مکانی که سازمان ها و ادارجات حساسی وجود دارند، در نزدیکی صدا و سیما، باشگاه خبرنگاران جوان، مجموعه ورزشی انقلاب، سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، قرارگاه سارالله که یک قرارگاه امنیتی هستش، سازمان بسیج مستضعفین، همه در محدوده‌ای هستند که این انفجار صورت گرفته. نکته‌ای که وجود داره این هستش که شاهدان عینی محدوده انفجار رو شمال تهران یا همون محدوده پارک ملت گزارش میدن. رسانه ها و مسئولین ابتدا انفجار رو غرب تهران گفتن و بعد از اینکه دیدن نه یه مقدار این قضیه داره ماسمالی میشه و عجیب میشه، گفتن نه تو همون محدوده پارک ملت بوده. درست در همون دقایق و ساعتهایی که این انفجار صورت گرفته بوده یک حمله سایبری هم به شرکت راهن ایران صورت میگیره. حمله سایبری که موجب میشه که تابلوی اعلاناتی که ساعتهای ورود و خروج قطارها در اون ثبت شده بوده هک بشه و شماره تلفن بیت رهبری روی اون صفحه نمایش ظاهر بشه که گفته شده بوده که اگر سوالی دارید در خصوص این قطع و وصلی زنگ بزنید به این شماره، در صورتی که هک شده بوده و شماره بیت رهبری اونجا ثبت شده بوده و تمام خطوط راهن لغو شده بودن و یک هرج و مرج در شرکت راهن و خطوط ریلی ایران اتفاق افتاده بوده و در همون لحظه و همون ساعت انفجار در تهران رخ میده. تصاویری که بیرون اومده
اگر نگاه بکنید انفجار رو همراه با خاک و دود نشون میده. البته تصاویر در شب هستش و اونقدر واضح نیستش. اون چیزی که کارشناسان میگن گویا این یک انفجار زیرزمینی بوده که وقتی منفجر شده خاک رو هم به همراه خودش داشته، اما تصاویری که خبرگزاری ها نشون میدن این تصویر هستش و میگن محل دقیق انفجار هست و یک محله‌ای هستش که سرسبزه و داخل پارک انگار مثلا یک گاز پیکنیکی ترکیده. خبرنگار شهروندهای اونجا و خبرنگار خبرگزاری ها گزارشی که شب گذشته در خصوص انفجار میدن این گزارش هستش و محل رو اینجوری توصیف میکنن. حوالی ساعت 12:52 بامداد شنبه صدای یک انفجار در محدوده شمال تهران شنیده میشه. گمانه‌زنی های صورت میگیره. بعد از بررسی ها و بلافاصله در دقایق بعد از این حادثه مشخص میشه که صدای انفجار از داخل پارک ملت بوده. اینجا محلی هست که این انفجار رخ داده. همونطور که مشاهده میکنید محوطه‌ای هست که هیچ تأسیسات و یا ساختمان خاصی نیستش. تمام اون تصاویری که در فضای مجازی منتشر شدش در ساعت اولیه بامداد شنبه همه در واقع کذب هست، هیچ کدوم متعلق به این حادثه نبوده. با بررسی هم که انجام شد خوشبختانه این حادثه هیچ تلفات و یا خسارتی رو در پی نداشته. الان حدود ساعت 3 بامداد هستش و نیروهای انتظامی و نظامی در حال بررسی بیشتر ابعاد این حادثه هستند تا علت دقیق اون رو اعلام بکنند. بله، میگن که یک انفجار در داخل پارک بوده. نمیدونم رسانه‌های خارجی حالا دارن شایعه پراکنی میکنن و چنین و چنان. شاهدان عینی صدای انفجار رو 2 بار میشنون و میگن که 2 بار انفجار صورت گرفته که البته این موضوع شاید دقیق نباشه به خاطر وجود ساختمان‌های بلند در اون منطقه و در مناطقی که این افراد هستن ممکنه که صدا اکو بشه و 2 بار صدا رو بشنون که این رو هم بهش اشاره کرده بودن. سردار هداوند جانشین رئیس پلیس تهران گفته بوده که هیچ جایی دچار حریق و آتش سوزی نشده بوده و همه چیز در امن و امان، هیچ کسی هم فوت نکرده، اما تصاویر و این دودها چیز دیگه ای رو نشون میده. و نکته‌ای که وجود داره این هستش که معاون امنیتی استاندار تهران گفته که تا صبح امروز، یعنی تا الان بعد علت انفجار رو میگفتن و هنوز هم مشخص نشده و فقط صحبت‌ها ضد و نقیضه. بریم صحبت شب قبل معاون امنیتی استانداری بشنویم. آقای گودرزی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر. راجع به حادثه‌ای که الان رخ داده در پارک ملت یه توضیح میدید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صبح جناب عالی هم بخیر باشه انشالله. ساعت 12:52 صدای انفجاری در پارک ملت که مستحضر پارک ملت مابین خیابان ولیعصر، آیت الله هاشمی رفسنجانی و همچنین پارکوی هستش. حالا با یه مقداری خدمت شما عرضم که پایین تر از پارک ملت اینجوری بگیم قشنگ بهتره. صدای انفجار شنیده میشه. خدمت شما عرضم که بررسی ها توسط پلیس پیشگیری و سرکلانتر سوم داره انجام میگیره. خسارت مالی و جانی هم الحمدلله نداشته. من فکر میکنم مثلا تا صبح مشخص بشه علت و علل انفجار چی بود. مسئولین هیچ حدسی هم تا حالا نزدن فرضیه‌ای داشته باشن؟ نیرو انتظامی داره بررسی میکنه موضوع رو. وظیفه و کار نیرو انتظامی هستش اجازه بدیم بررسی اولیه انجام بگیره و متعاون اعلام. بله، حالا هنوز که مشخص نشده. نکته‌ای هم که وجود داره این هستش که رسانه‌های خارجی میگن که شاید یک خرابکاری و یک دستکاری بوده، چون شب گذشته هم خبر رسیده بود که چند نفر رو دستگیر کرده بودن که در حوزه اداره برق کار میکردن و برق‌ها رو از قصد قطع و وصل میکردن که هرج و مرج ایجاد بشه و موج نارضایتی صورت بگیره که این خرابکاری کسایی بودی که از خارج از کشور خط میگرفتن. اول این خبر رو خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه منتشر کرد. بلافاصله چند ساعت بعدش این خبر رو تکذیب کردن و گفتن که نه، این خرابکاری انجام نشده. گویا شاید ترسیدن که یک سوراخ مثلا امنیتی باشه تو شهرهای دیگه کارمندای اداره برق رو بخرن و بگن که این خرابکاری‌ها رو انجام بدید و مدام
برق ها رو قطع و وصل بکنید، چون 2-3 بار قطع برق ممکنه که وسایل الکترونیکی بسوزه. از اون ورم قربونشون برم که ایران بیمه درست حسابی نداره دیگه و این موجب نارضایتی و عصبانیت مردم میشه. هیچ کسی هم نمیفهمه که آیا این برق بر اثر زمانبندی قطع شده یا بر اثر به اصطلاح خودمون کرمریزی و خرابکاری، که اینو هم در نوع خودش اومدن بلافاصله تکذیب کردن. حالا اون چیزی که مشخص هستش گفتن که اقدامات خرابکارانه نبوده. مسئولین و رسانه‌های داخل ایران میگن در خصوص انفجار تهران و قطعا شما مطمئن باشید که برعکس این قضیه بوده و 100% اقدامات خرابکارانه بوده، چون اینا هرچی میگن ماشاءالله عینش که واقعیت نیست، برعکسه. در صورت دوست داریم که شما نظراتتون رو بگید و اگر این صدا رو شنیدید شما هم به ما تجربیات خودتون رو بگید. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید.